ساعت به وقتی پراگ رسو 13 و با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان من شعله گل خواجه در خدمت شما قرار دارم. سرخط برنامه امروز 8 ایون. از 3 به 30 روز اکنون شهروندان تاجیکستان و قزاقستان می توانند تا 1 ماه بدون ثبت در کشورهای همدیگر استقامت کنند. یکم اینکه شهروندان بدون رسمی ضروری و حجت نگاری می توانند به دولت‌های یکدیگر سفر کنند، سفر کاری کنند. در حالی که چین به میزبانی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آماده می شود، دانشجویان تاجیک میگویند در شینجان اویغور به آنها گرفتن روزه را منع کردند. خرابکاری از بهر چیست؟ مقامات ولایت ختلان از آن نگرانند که ساکنان لوحه‌های آگاه کننده را از نزد رودهای برای شناوری خطرناک میکنند. اگر در میتروس ولایت گیریم که زیاده 3 میلیون اهالی دارد، جای آبازی ما در ولایت ختلان خیلی کم است. و شروع میکنیم از آن که مقامات تاجیک حجم ضرری رسیده سوختار به بازار سلطان کبیر را 3.5 میلیون سومانی حساب کردند. این مبلغ عمومی زیان به خود بازار و تاجران است. تفتیشات دقیق نموده است که 2 ایون بنابر رسیدگی نقل‌های برق در فروشگاه سلطان کبیر سوختار به عمل آمد. مالک بازار به صاحبکاران زیان دیده وعده کرد که قسماً ضرر را جبران خواهد کرد. تاجران هم میگویند با مبلغ قرض تجارت میکردند و اگر برایشان کمک نرسد دوباره شروع کردن سودا مشکل خواهد بود. در این بازار حدود 1700 صاحبکار فعالیت میکنند و در سوختار اخیر 21 دکان فروشی اشیاء روزگار به کام آتش رفت. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. امروز وکیلان مجلس نمایندگان در جلسه نوبتی به جانبداری از سازشنامه رای دادند که در رفت و آمد ساکنان تاجیکستان و قزاقستان به کشورهای همدیگر آسان‌تر می‌کند. من بعد از ضمن سفر و یا بود و باش شهروندان دو طرف به قلمروی یکدیگر از آنها تا 1 ماه ثبت جایزی تقاضا نمی‌شود. شادمان یتیم از جلسه پارلمان با تفصیلات بیشتر برگشت. بعد شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بدون ثبت می‌توانند تا 3 روز در کشورهای همدیگر استقامت کنند. پارلمان تاجیکستان 8 ایون سازشنامه را در این باره به تصویب رساند که بود و باش شهروندان تاجیکستان و قزاقستان را در کشورهای همدیگر به تنظیم می‌دارد. تا 30 شبانه روز استقامت موقتی بدون به قیدگیری بسیار یک تجربه خوب است. یکم اینکه شهروندان بدون رسمی ضروری و حجت نگاری می توانند به دولت‌های یکدیگر سفر کنند، سفر کاری کنند، سفر تجارتی کنند، سفر سیاحی کنند و دومی آنکه با اقتصادیات یا اینفراستراکچور رشد سیاحی یکدیگر نیز مساعدت می‌کند. تا این زمان شهروندان هر دو کشور حق داشتند تنها تا 3 روز بدون ثبت نام در کشورهای همدیگر زندگی کنند و گفته مقامات تاجیک این سازشنامه ماه مارس همین سال بین رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در آستانه امضا شده است. سازشنامه مذکور برای رشد فعالانه همکاری‌ها بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان جهت به نظام درآوردن ترتیب برداشت و به قیدی شهروندان طرف‌ها در قلمرو یکدیگر روانه کرده شده است. ضمن تصویب سازشنامه گفته شد آن امکان می‌دهد تعداد جهانگردان از جمله شهروندان دو کشور به قلمرو همدیگر افزایش یابد. همچنین این سازشنامه امکان می‌دهد مهاجران کاری تاجیک در قزاقستان با شرایط ساده‌تر خود را در نهادهای مهاجرتی ثبت نام کنند. از روی اطلاع دریافتی حالا در قزاقستان حدود 100,000 شهروندان تاجیکستان مشغول کار هستند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. بیننده عزیز حالا به یک لوحه توجه کنید. همیشه نمیدم مکام چنده در زندگی فکر زندگی خودش ده صورت گرفتن من فراموش کردی ها من صورت نکرد. گزارش مفصل رادیو آزادی درباره معلمه ورزش یکی از مکتب‌های کلوب خانم مژزن حسن‌آرای سیه‌الدین را در روزهای نزدیک پیشکش شما خواهیم کرد و اکنون رو می‌آوریم به رویدادهای منطقه و جهان.
интизор меравад ки фардо раиси ҷумҳурии тоҷикистон барои ширкат дар нишасти солонаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои шанхай ба чин биравад. Нишаст ду рӯзи оянда дар шаҳри Циндао баргузор хоҳад шуд. Парвиз Давлатзода, сафири Тоҷикистон дар Чин, охири ҳафтаи гузашта гуфт ки дар барномаи сафари Эмомалии Раҳмон ҳамчунин мулоқот бо раҳбари Чин Си Ҷинпин ҷой дода шудааст. Расонаҳо аз Чин гузориш медиҳанд ки ҷумҳурии мардумӣ як қароргоҳи махсусеро барои ин нишаст бунёд намудааст. Тафсилотро аз Мумин Аҳмадӣ бишнавед. چین به میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آماده است. نشست 9 و 10 ایون در شهر سیندائوی ولایت شرقی شاندونگ دایر می شود. روز پنجشنبه شورای هماهنگسازان ملی سازمان همکاری‌های شانگهای آخرین تبادل نظر در عرصه نشست سران کشورها را برپا کرد. ما پیشنویس سندها را آماده کردیم. عملاً ما تمام اسناد نشست سران کشورهای عضو در شهر تسیندائو چین را برای امضا تکمیل نمودیم. اولا این اعلامیه تسیندائو می باشد. سپس اعلامیه برای مطبوعات است که در آن فعالیت یک ساله سازمان جمع‌بست می شود. در آن همچنین بعضی مسئله های اولویتناک برای آینده بیان خواهد شد. در این سند ارزیابی بعضی مشکلی های منطقوی و بین المللی هم درج شده، موقع مشترک کشورهای عضو در مقابل این چالش ها ابراز خواهد شد. این مهمترین حجت سیاسی نشست سران کشورها است. بعد برگزاری نشست بنای تازه بنیاد شده همچون مرکز بین المللی کنفرانس ها در خدمت مردم قرار می گیرد. дар идомаи мавзӯи чин донишгоҳҳои вилояти худмухтори шинҷону уйғури чин ба донишҷоёни хориҷӣ аз ҷумла тоҷикон ҳушдор доданд ки рӯза нагиранд вагарна муҷозот мешаванд. солҳои охир таваҷҷӯҳи ҷавонони тоҷик барои таҳсил ба чин зиёд шудааст ва бисёре аз онҳо донишгоҳҳои шаҳри урумчиро ки ба тоҷикистон наздик аст интихоб мекунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров чунӯчарои ин мавзӯъро таҳқиқ дошт ва айни ҳол бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. خب بگوید که به چه خاطر چین مانع روزاداری دانشجویان تاجیک می شود و اگر روزاداری آنها ثابت شود چی آنها را انتظار است؟ سلام شهلا. این اقدام مأموریت دانشگاه‌های شهر ارومچی چین بخشی از معرکه دینزدایی و مبارزه با جدایی طلبی و رادیکالیسم دینی است. چین از حرکت‌های جدایی طلبانه برخی از گروه‌های مذهبی در ولایت خودمختار شینجان اویغور نگران است و از این رو به هر گونه گروش جوانان به سوی مذهب و تندگرایی حساسیت نشان می‌دهد. حداقل 4 دانشجوی تاجیکی در دانشگاه‌های این ولایت چین تحصیل می‌کنند. در صحبت با ما گفتند قبل از شروع ماه رمضان مأموریت دانشگاه آنها را از منع بودن روزاداری آگاه کردند. دانشجویانی که با ما هم صحبت شدند نخواستند نامشان آشکار شود چون در صورت آشکار شدن اسمشان با آنها خطر اخراج شدن از دانشگاه تهدید می‌کند. ماموران پیش از آغاز ماه رمضان از هر یک دانشجوی خارجی که مسلمان هستند در این باره امضا گرفتند. خب عبدالله، برای من عجیب است که ماموریت دانشگاه از کدام راه روزاداری دانشجویان را نظارت می‌کند؟ همصحبتان ما شهلا از شمار دانشجویان تاجیک در ارومچی میگویند مسئولان خوابگاه وقتی افطار و سحرخوری اتاق‌های آنها را تفتیش میکنند که مبادا کسی روزه نگیرد. اگر روزه داشتن دانشجو اثبات شود او را به گفتگو اخراج میکنند، گفت یکی از همصحبتان ما. دانشجویان میگویند محدودیت و نقض حقوق‌های مذهبی تنها با منع روزه‌داری ختم نمی‌شود. مأموریت دانشگاه‌های ولایت خودمختار شینجان اویغور چین در نزد دانشجویان خارجی پیروی دین اسلام شرط گذاشتند که از خواندن ادبیات دینی، خواندن نماز، تراویح، گذاشتن ریش پرهیز کنند وگرنه اخراج می‌شوند. حالا شماره بله، چقدر از حال شماره دانشجویان؟ من همین رو می‌خواستم از شما بپرسم عبدالله. بله، در چین عین زمان بیش از 3000 دانشجوی تاجیک در 112 دانشگاه‌های عالی این کشور تحصیل می‌کنند. عین زمان شماره آنها به بیش از 3000 نفر می‌رسد. تشکر عبدالله برای صحبت. بیننده عزیز، این موضوع رو شما می‌توانید با تفصیل در سامانه ما www.azadi.org بخونید. ما برمیگردیم به تاجیکستان. هر سال در موسم بهار و تابستان در کل دریاهای تاجیکستان چندین نفر جان خود را از دست می‌دهند. مقامات میگویند بعضا ساکنان برای آبازی به منطقه‌های میروند که شناوری در آنجا ممنوع است. در بیشتر منطقه‌های برای آبازی خطرناک نهادهای ضبط با گذاشتن لوحه‌های آگاه کننده میکوشند از غرقشوی ساکنان جلوگیری نمایند. اما در جنوب تاجیکستان از آن نگرانند که افراد نامعلوم این لوحه‌ها را میکنند. عبدالله اشورов که حالا در استودیو با ما است و این موضوع را هم تحقیق کرد، موضوع را ادامه می‌دهد.
تابستان شهر باختر گرم و طاقت فرساست. بعضاً گرمی تا 50 درجه می رسد. هر کس به نوع از آفتاب سوزان پناه می برد. ساحل های نهرها پر از شناوران می شود که بر طبق مقررات آب بازی آنجا منع است. مقامات می گویند در نزدیکی این نهرها لوحه های آگاه کننده می گذارند، اما آنها یگان روز نمانده غیب می زنند. نمیدونم با ضربه سنگوی کلون یا با ضربه چی میگم بوغا کوالدا میزنند، قطع کرده و میشکنند، همون چیز نابود میشود. از طرف دیگر در هوای گرم باید خود را سلقین کرد. شهر باختر زیاده از 100,000 اهالی دارد، اما حالا همین یک حوض خرد فعال است. حوض در حقیقت اگر در مرکز ولایت گیریم که زیاده از 3 میلیون اهالی دارد، جای آبازی ما در ولایت خرطوم خیلی کم است. چند ماه اخیر در باختر 5 نفر در آب غرق شدند. مقامات میگویند در فصل تابستان این رقم می افزاید. داخل آبازی را نمیتونم برای خود بسیار کسبت غرق میشوند. برای لودمیلا بوریخ هوای شهر طاقت فرساست. جان خود و فرزندانش را به خطر نمی اندازد و به شیوه همیشگی سلقین می شود. در تگی دوش به سر و رویم آب می پاشم و خلاص. او میگوید فرزندانش را نمیگذارد در نهرها آب بازی کنند، چون که میداند خطرناک است. از هوای گرم یک باره با آب خنک که در آمده موشک‌های بدن کرخت می شوند. مقابل مجرای تیز آب چیزی کردن نمی توانی و غرق می شوی. بنابراین در نهر آب بازی نمی کنم. مقامات میگویند در حدود ولایت ختلان 20 حوض شناوری وجود دارد. سرچشمه های دیگر پرره فعال بودن آنها را رد می کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان با بوجان شیرینفی 33 ساله با گمان قتل همسر سابقش بازداشت کردند. بازداشت شده کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی و پسری رجب علی شیرینف سابق معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان است. طبق فرضیه تفتیشات با بوجان شیرینف روز 6 ایون همسر سابقش منیره یتیم و را با ضرب 11 کرد به هلاکت رسانده است. دعوای این زن و شوهر سابق 2 سال در اطراف حق نگاهبین 2 فرزند بوده است که قبلا دادگاه تربیت آنها را به مرد داده بود. حالا تفتیشات این کشتار را دادستانی شهر دوشنبه بر عهده گرفت. و دلیل اصلی بدبختی‌های زن تاجیک از خودگذری زیاد و خاموشی آنها در برابر مشکلات زندگی است. چنین از خلاصه مؤلفی یک لایحه در شهر دوشنبه که برای رها شدن زنان از حالت‌های ناگوار و مشکلات عمیق کمک می‌کند. زرانگیز نوروشو با مؤلف لایحه و اشتراکچیان آن هم صحبت شد. Здесь каждая женщина, которая пришла с такой огромной болью. اینجا هر یک زن با یک دردی بزرگ خود می آید. ما نمیتوانیم این را به همه آشکار گوییم. اینجا شرق است و شهر ما هم اونقدر کلان نیست. И что мы живем на востоке. فیروزه ناصیرова درباره اولین لایحه غیر تجارتی خود با نام منی دیگر با احساس و با احتیاط صحبت میکند. اینجا زنان جمع آمدند که در زندگی یگان مشکل و فاجعه را از سر گذرانیدند. از زندگی دل سرد شدند. Это страшно, когда ты не понимаешь, зачем ты еще остаешься на земле. این دهشت است. وقتی نمیفهمی که تو چرا هنوز در روی زمینی. هرچند دل میگوید تو حالا کارهای زیادی کرده میتوانی، ولی نیرو نیست. У тебя есть сердце. مؤلفان لایحه برای تغییر دادن نگاه زنان به زندگی 4.5 ماه وقت دارند. کار با روانشناس، آرایشگر و طراح، رقص و ورزش و صحبت‌های آزاد با همدردان خود از راه‌هایی هستند که برای درک خوشبختی به یک زن استفاده می‌شود. پس از فوت پسری کلانی و بیماری فرزند دیگر زندگی برای زمیره بی‌معنا شد. لایحه برای زمیره یک تکانی بود و او را از خواب طولانی بیدار کرد. من از مبارزه با درد و احساس خود مانده شدم. وقتی فهمیدم که دیگر نیروی برای پیش رفتن ندارم، با این لایحه آمدم. مؤلفان لایحه بر این باورند که مشکل اصلی زنان تاجیک در خود پنهان داشتن مشکل است. با تمنای آن که هر یکی ما و شما امید به آینده خوب داشته باشیم، نشر نوبتی برنامه خبری را در این هفته خلاصه میکنیم. خبرگزاری‌های رادیو آزادی را میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. تشکر که طول این هفته با ما بودید و تا ملاقات بعدی در هفته نو، خدا نگهدار هر یکی شما بیننده عزیز باشد.